یک انقلابی بود آقای مزاری و یک صفت خوبیش همی بود. صفت دیگریش همی که آقای مزاری او چیزی را که به نام جهاد و جبهه و مجاهد به دستش می آمد اما رو برای اولاد و نواسی خود پسنداز ذخیره نمیکرد، مصرف میکرد، مصرف بجا و بیجا، هم بجا هم بیجا. و دو صفت بد هم داشت. اول که ایشان بسیار قدرت طلب بود، دیگر این که ایشان لجوج بود. ای که میگم لجوج بود خودش در کابل گفت کس لج از نبردن نمیدان. و ای که قدرت طلب بود نمی بود که یک دفعه از مسعود خواست که بیایید حکومت تشکیل بدیم از که در رأسش تاجیک باشه و نفر دومش هزاره باشه. یعنی یک پیشنهادی بود که حکومت منهای پشتون امکان نداشت در افغانستان. بعدم که با حکمت یار متحد شد در اونجا تلاشی بود که حکومت تشکیل شود که در او تاجیک نقش مناسبی را نداشته باشه یا حضور نداشته باشد که هم دلیلی بر قدرت طلبیشان بود که دلایل زیادی داره و امی کودتایی را که کرد بر اساس امی دو روحیه لجبازی و قدرت طلبی علیه مردم خود کودتا کرد، علیه حزب خود کودتا کرد. این کودتا هم ناشی از امی دو خصلت میشد، مبتنی بر امی دو خصلت بود، قدرت طلبی به حد و لجبازی.